اتحادیه اروپا در گزارش تازه خود درباره حقوق انسان و دموکراسی در جهان گفته است که وضع مراعات حقوق مردم در تاجیکستان در سال 2025 همچنان سخت و دشوار باقی ماند. در این گزارش که روز 11 اوگوست نشر شد آمده است ناظران بین المللی محدودیت را ثبت کردند که به امنیت خبرنگاران، آزادی بیان و آزادی گردی همایی ها اثری منفی می‌گذاشت. همکارم طاهری سفر این گزارش را خلاصه کرد و در صحبت پیش از برنامه از او جزئیات آن را پرسیدم. بله خیرامان، اتحادیه اروپا در این گزارش بیشتر به وضع آزادی بیان و حقوق مدنی در تاجیکستان تمرکز کرده و از جمله گفته است که سال 2025 نگرانی ها از حمایت حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله زنان و پناهندگان از بین نرفت و فضا برای فعالیت جامعه مدنی و دسترسی به اطلاعات مهم برای جامعه در تاجیکستان محدود بود. رسانه‌های مستقل همچنان مشکلات زیاد داشتند. خبرنگاران و مدافعان حقوق انسان هم با اتهامات گوناگون پس پنجره رفتند یا در زندان ها ماندند. اتحادیه اروپا از جمله سرنوشت 7 خبرنگار و بلاگر تاجیک را ذکر کرده است که با اتهامات گوناگون زندانی شدند، از جمله دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، رخشان حکیمه و ذوقی سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده. البته دو نفری آنها از جمله ذوقی و عبدالستار بر اساس قانون عفو امسال رها شدند و ممکن است عبدالله غربتی هم تا چند وقت دیگر بنابر گزارش‌ها به نزد عزیزانش برگردد. اتحادیه اروپا با تکیه بر بیانیه‌های سازمان‌های حامی حقوق میگوید این افراد برای انعکاس اعتراض‌ها و نوشتن مطالب تنقیدی زندانی شدند. به ادعای مقامات انتظامی تاجیکستان هیچ یک از این خبرنگاران و فعالان مدنی به قول آنها بیگناه نبودند و برای جنایت از جمله افراطگرایی زندانی شدند. خود خبرنگاران میگفتند که هیچ کاری غیر قانونی یا خطا و یا گناه هم نکردند. و سوال دیگر از همکارم این بود که گاه اتحادیه اروپا هم برای بی‌اعتنایی به وضع حقوق انسان در تاجیکستان تنقید می شود. مؤلفان گزارش آیا در این باره چیزی گفته‌اند؟ اتحادیه اروپا گفته است که سال 2025 تحولات حقوق انسان در تاجیکستان را از نزدیک زیر نظر داشت و وارد گفتگوهای سیاسی با مقامات رسمی شد. حوزه‌های اصلی تمرکز اتحادیه اروپا در مکالمه‌ها با تاجیکستان اجرای استراتژی ملی حمایت از حقوق انسان تا سال 2038 به ویژه در زمینه آزادی بیان، حمایت از جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر و همچنین برابری جنسی، حقوق زن، دسترسی به عدالت و همین گونه جوانان بوده است. گفتگوی سالانه حقوق بشر اتحادیه اروپا و تاجیکستان روز 17 اکتبر سال 2025 در شهر بروسل برگزار شده بود. در این نشست موضوعهای مورد بحث حقوق زنان، محو تبعیض، پیشگیری از شکنجه و اصلاحات در امور زندانها، آزادی بیان و فضای مدنی و همچنین وضعیت اقلیت‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان بود. اتحادیه اروپا که یکی از سرمایه‌گذاران اصلاحات اقتصادی و سیاسی در تاجیکستان است گفته است که برای بهتر کردن وضع حقوق انسان و تحکیم ارکان دموکراتیک و رشد جامعه مدنی در ظرف کمتر از 5 سال برای تاجیکستان تقریبا 12 میلیون یورو جدا کرده است. در انتقاد حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان اتحادیه اروپا تنها نیست و سازمان‌های زیادی دیگری حقوق انسان و کشورهای دیگر نیز حکومت را برای محدود کردن حقوق مردم در چند سال گذشته سخت تنقید می‌کنند. یک بررسی دیگری مهمی اوضاع حقوق انسان در تاجیکستان ماه نوامبر در پیش است و در سازمان ملل. تشکر همکارم طاهری سفر گزارشی نوی اتحادیه اروپا را خلاصه کرد که درباره وضع حقوق انسان در تاجیکستان میگوید. شکل مفصل خلاصه های گزارش اتحادیه اروپا را از سامانه رادیوی آزادی بخوانید. azadi.org